خوش آمدید. دوستانی مهربان خوش آمدید. تا که گردم شاد از دیدارتان، هر دقیقه هر زمان خوش آمدید. باز پر از شادی های خانه شد، باز جفتی کفتری حملانه شد. قصه لیلی و مجنون شد کهانه، عشق این هر دو زینم افسانه شد. باز شیرین به شیرین رسید، باز فرهاد بر این جانانه شد. قصه لیلی و مجنون شد کهانه، عشق این هر دو زینم افسانه شد. دوستان شادانه کفکو میکنید، وقتی نب مهمانی کاشانه شد. سلام و درود به پناه به شما دوستان، پدر و مادران، خواهر و دادران، خویش تبرا و همه مهمانان عزیز نزدیک آمده. خودم یک شما را به این درگاه خیر مقدم خوش آمدید میگویم. و بعد از آن این دو نوجوان را به این روز سعیدشان از صمیم قلب جوانی تبریک گفتم. بگذار کبوتری امید و آرزوهایشان همیشه بخت لاله گذاری باشد و در شهرهای چون پیچیده به زندگی بخت مددگار این دو نوجوان باشد. امروز در این خاندان سلاله بزرگ این رفاه امروز شادی است، خورسندی است، توی بالای توی است. هر یک شما را خوش آمدید میگم، نور تاجی بر سر و اینک میگذاریم با آغاز بزم طرب. نوبت بزم طرب را با بلبلی خوشنوا هم صدا، بلبلی گویای تاجیکستان میدیم برابر. ساز تو در جوش آرد رود کوهستان را، نغمه تو شادی بخشد قلب خوش پیمان را. ساز تو در حیزر دارند رازهای دلنشین، گرم سازد از ملامت پیکر هر انسان را. اینک سرودای نوبتی در اجرای صادق یادم مرمت.